گداریا رادیو ریت هزش مسکوی دکن سلاف او دما و بخیر گدارین دلال رادیو ریت هزند کارن ببین تو رو اینترنت بوی ناونی شانه مالپر آریا تزه نقطه کم ایرو شمیه 28 نیسانیه گداریا دنگو باسین گرینگ ین به هفته بکن سرک وزیر حریم کردستان نیجیروان بارزانی هفته بوری الهبلیری بجداری مراسم دانین کبری کملگه گسلخانه گیشتی یا آمریکا الحریم کردستانی بود. مراسم دو که سرک وزیر حریم کردستان نیجیروان بارزانی او بایلوزی آمریکا یا بغداد دوگلاس سلیمان کنسولی آمریکا الهبلیری کنگروس برپرس او دیپلماتکار حریم کردستان او آمریکی تید آمده بون در باری گرینگیا پروژه او پیوندی نو آمریکا و حریم کردستانی دا آخوین. دسپیک بایلوزی آمریکا العراق دوگلاس سلیمان گفت آمریکا پبندی پشگری خلق واقعیت حریم کردستانی او وکرد نکوسخانه الهبلیری نشان ویاکی که آمریکا پشتوانی حریم کردستانی پیش دکه. پشتر سرک وزیر حریم کردستانی نیجیروان بارزانی دگوتار خدا گفت اوان دستخوشیل و بیاری دکش بو آوکردن آویک نول کوسخانه آمریکایی را الهبلیری. یک نشان باوری او پشتوانی آمریکا حریم کردستانی رای او نشان پیشخستن پیوندین گل حریم کردستانیه. هر وا اوی گفت پیوندین آمریکا حریم کردستانی ننونه و سرلدان سال 1991 دا آمریکا دریزا پیشی دا بو جبو در خستن بریارا چکرن نوچین آرام. ای رو جید قناغه که آرام دا آویا نویا کنسولخانه الهبلیری آواده که اوجی نشان گرینگی و پیشخستن پیوندین نابرا هر دو آلیون دایه. شیرمند انجمن آسایش حریم کردستان و یک سروکین پارتی دموکرات کردستانی مسرور بارزانی پیشمید گوتاره که دا بو خوندکارین زانینگه الهبلیری را گیاند اوین که دجیتیا ریفرندومی دکن نکارن بغدای بروانید بر مافینگل کرد و کردستانی دا بکن. پیشمی 26 نیسان مسرور بارزانی باجار الهبلیری بجداری کمپانیل بجارتنان یا لیست پارتی خواه پارتی دموکرات کردستانی دا کر او گوتارک پیشکش کرد. دبشه که گوتار خود مسرور بارزانی آماجه بری و چونا بجارتنین پارلمانت عراقی دا 12 گلان ای سالدکر او را گیاند. جبو دیار کردن مافین چرانی سنته وخوا اونا بجداری رفیرنو بیدا کرد لیبل گلک بخوابن و برخیانت چند کسان اف انجام مقابل بندی بود حتی نا دست نهاتیه. لیبل اف یک دوی وطای نادکو ریل بروان تیگرتن بلکی اوان به همو شیوه که خباتی دکر جبو دست قستنا و مافی چرانوی ساز. مسرور بارزانی گفت ما قد نخواستی که شرط چی ببه نخواستی چی ببن او دجمن کارید نبرا ما او بشندنین ایراقی دا هبه. لیبل گلک عالی هبو که خواستن قصدی نیات و ارمان جملت ما بشیوه که دن شروع بکن و یری شکل نروا کرن سر کردستانی مخابن پفکاریا چند عالین خوابفروش و خوابفروش کارین خیانت که مزن بو والات ما چی بکن. شاد که پلا بلندیا سربازی و دیپلماتیک آمریکا جوینه که الگل شیورمند انجمن آسایش حریم کردستانی مسرور بارزانی دا تکزیل سرپشگریا واشنگتونی بو حریم کردستانی یا پیس و یگرتی کرد. شیورمند انجمن آسایش حریم کردستانی مسرور بارزانی سیشمی 24 نیسان الهبلیری پیشوازی شانده که پای بلندیا آمریکا سرکاتیا گنرال پاول فونکر شانده پای بلندیا آمریکا از برپرسین سربازی و دیپلماتیک ین وی والاتی پیکات بو بایلوزی وی والاتی ین عراق دوگلاس سلیمانجی شانده دا بو. گوری داخلی اوفیسا مسرور بارزانی جوین دا هر دو آلیان رفشا هری داوی یا حریم او پیوندی هر دو آلیان یه نابر آمریکا و حریم کردستانی دا بویار جدا نرخاندن و گوتو بیش درباری وان مجاران دا کرن. درباری مترسی دوباره سری راکنا دایشی وردانا بویار و کریارین تندرویل دوری شاند آمریکا پشگری والاتی خوابو همانهنگی نابر پیشمرگه هف پیمان و هیزن عراقی دوباره کریه و تکزی سروی کریه که اف دخوازد اف همانهنگی تویاد دورن واره پیش خسته. پیمانگه کردستانی از بو راپرسیون الپارزگه هولیر سلیمانی و دهاکی راپرسیک کرد. گوری انجام راپرسی پیدا که دریبندو یکمین دایه. یعنی دیوم و تفگر گورانجی سیامین دبه. گیشت 2986 که از بجداری راپرسی بونه. جوی هرمی 58 سلف گوتنه افدی بجداری البجارتدان عراقی ببن. و 27 سلف گوتنه بجداری البجارتدان نابن وروا 14 و یک سلف جی هین بریارن. گوری راپرسی انجام آریجه دنگ و اجمار کرسیون پارزگه کردستانی وانه پدکی 41.85 سلف گوران 13.78 سلف یینکی 7.92 سلف هف پیمانی 4.65 سلف یگرتو 4.48 سلف نفشینو 4.42 سلف کمل 1.95 سلف پیش بینیوش بو کرسیل حریم کردستانی و نوچه ناکوک پدکی نابر 21 و 22 یینکی نابر 7 و 8 گوران نابر 6 و 7 هف پیمانی نابر 5 و 6 یگرتو نابر 4 و 5 نفشینو نابر 3 و 4
کمل نابر دو سی کرسیان بدست خن گوری راپوری دیپورت کن کردوان البجارتن آندا 61 آنجی 62 کرسیان بدست بخن گور به اجباری کرسیان پارزگین کردستانی جی دیوابه پارزگین هبلیری خودی 15 کرسیانه سلیمانی بگیشتی خدان 18 کرسیانه هروا پارزگین تحوکی جی خدان 11 کرسیانه ریوبری کی کمیسیون البجارتن یا هریم کردستان الهبلیری هات کشتن ریوبری گیشتی فرمانگه و کارگری یا کمیسیون البجارتن او راپرسی هریم کردستانی فارس محمد صادق البجاری هبلیری جبر پرسگریکن جواکی هات کشتن ریوبری اسایش هبلیری روگیان لیکولین درباره و بیاری دا دست بکریه اولگور زانیارین دست بکی اجبر پرسگریکن جواکی او خویداری هات کشتن او کشتن آوی نسیاسیه گشت ازمانی نابر هبلیر او دیاربکری دا بوهی که راست جنوب دست پیدا که روژا اینی 27 نیسانی گشت ازمانی جاره که دن نابر هبلیر او دیاربکری دست پی بو هات زانی که 27 ویمی پشنگه جواهر او زیران بریواده چه او بریار نزیکی 200 زیرینگری حریم کردستانی بهشداری وی پشنگه ببن جبو ویجی بهت نوان بهشداران جی نووا گشت ازمانی نابر هبلیر او دیاربکری دست پیدا که روز چهارشنبه سرک وزیر عراق حیدر عبادی جبو پروپاگاندا البشارتنان گیشت سلیمانی سرک پیمانی نصر حیدر عبادی هتل گراند میلینیوم یا سلیمانی بهداری مراسم ناساندن نامزد پیمانی خوابو عبادی مراسم دو نه نامزد سلیمانی جبو البشارتن پارلمانتی عراقی ناساندن دوی البشارتن دو چند کرد نام لیسته عربی دو جی خو گرتنه اجبر بی یکی لیسته عربی بری دریه کی وکرین جبو وگرا حریم کردستانی و بری نامزد کرد هفدن دنگ کردش بو پارلمانتو عراقی بدست بخن بیشش نامزدن پیمانیا نصر یا سرکوتی حیدر عبادی هر سی پارزگین حریم کردستانی هنه نه نامزد لولیری در سلیمانی و شجیل دهوکی پشتی کو سرک وزیر عراقی و سرکی لیستا نصر حیدر عبادی شباسی شبان بوری گیشت بو باجار سلیمانی روز پیشمی سردنا هبلیری جکر سرک وزیر عراق حیدر عبادی الفرخانه هبلیری یا ناف دولتیش علی شانده که حکومت حریم کردستانی سرکوتی نیچیروان برزانی هات پیشوازی کردن سروکی زانینگه ویژیل افرینی سربست هاته بردان دکتر عبدالمجید شیخو کد سروی میدوش علی گروپک چکدار با هاتو بوگتن دناپیر سربست هاته بردان گور چند جیدرن عبدالمجید شیخوش بو عزاز هاتو بو بگواستن که اف دورد جیر دستلاد ارتش آزاد یا سوری دایه پشتی دست سرکن دکتر عبدالمجید شیخو کمپانیک برفرد سوسیال میدیاش بو پشگریوی هتل درخستن خودی در کپتن دکتر عبدالمجید شیخوش علی کردن هر چور پچین کردستانی و هات بریور برن فرماندار گیشت هیزن سوری دموکراتیک رادگینه هیزن حسیده آمدنه هیزن عربی را کار بگن اگر هاتل اوشون هیزن پیمانیا ناف دولتی بجیبون فرماندار گیشت حسیده مظلوم ابدی تبدیدنه که دا برجنامه السرق الافسات را سر اگر را وکشینا هیزن امریکی لجورجوه کردستانی و سوری را گیاند نونری سرک امریکا بریت مارگیک را جبیان حتی نا بریار که فرمی جبو وکشینا هیزن امریکی نینه مظلوم ابدی درباره اگر هاتنا هیزن ولاتن عربی شونو جی هیزن امریکی دا اگر اف هیزن عربی دبن سیوانو اف پیمانیا ناو دولتی یا دجی دایشی دابین اف آمدن کار پیرا بکن سر گفا ترکی یا دست بکنا اپراسیون منبیجی اوی اشکره کرجی بهار 2016 دا او بری دست بکن اپراسیون منبیجی شالی انجمان لشکری یا منبیجی و سرکاتی انجمان لشکری یا منبیجی بنگه انجرلیکا ترکی پالی ترکی و امریکی را جبیان او دوی جبین دهات خواستن که یکینان پراستنان گل جبو رزگار کنا منبیجی بردار به اوالی ترکی جی رازی بود گوری چفکانی خواجی گروپین چکدار شش کردنی زدیج مالبته که جگندی قباری یه افرینی گرتنه و جبو جیه که نه دیار برنه هر ول هریما بلبل جی نه والدی برنه چفکانیان دیار کرن که هر نکسین گرتی شریک جگندین قرقولی شیخ ورزی قاشا و خلیلا کنه گوری چفکانیان خواجی جناب افرینی روزانه گروپین چکدار بسبب جدا والدین افرینی دگرن و اسکن چتکن آتش ترکی بالیکاریا هین گروپین چکدار یه اپوزیسیون سوری جبیسته چله بهاری و اپراسیون که برفه سر حریم افرینی دابو دست بکرن و پشتی 58 روزین شهر 18 آداری دا هزین ترکی در بازی نوینده باجار افرینی بون او کترکن باجر را گیانده بود پشتی در بازبونا 5 هفتیانش داگرکن باجاری افرینش آلی ترکیه و هین دیاده دزی و طولانکرن الوی باجاری به دوامه روانگه سوریه مافین بروان را گیان که دزی و طولانکرن مالین کردان افرینش آلی چکدارین اپوزیسیون سوریه و به دوامه اف چکداران اتومبیل و آمرین جاندنی ددزن روانگه سوری دیار کرد که چکدارین اپوزیسیون سوریه مالبته که کردش باجارو که شرای سرب افرینی و درخستن بسبب که پیوندیا و پیدی رهیه هر و اشکره کرد که بدهان خودین افرین
آفرین بتومتا شرکرن نوریزن یپگی دا شالین چکداری اپوزیسیونی و هاتن دست سرکرن و اسکن چندان پشت را پره هاتن آزاد کردن. بردف کی کنگری رزگار کردن آفرینی حسن شندی جبو بجی کردن عرب هریم آفرینی جاجانس سپوتی کردستانی را آخوی اوی بدوامی خفتن خودش بو پرسال آفرین و در دورن بی حتی نا چند کساتن بجی کردن و جبو دموگرافی نه گویراندن هون چه دکن گود گور لکولین و آگاین بردستوان حتی نا نزدیکی 5000 مالبت یعنی نابر 2 و 5000 اند مالبت عرب نوچه و باجروکن آفرینی هاتن بجی کردن شندی در اوی درجای خفتن خدا گود جبو چاره سری و برگرتنا گویراندنا دموگرافی آفرینی وان حکومت ترکیه را خبر دالی وان بو چاره سری تو انجام دست نخست هیچی پرسگری که کسین که باجید ترکاندنه بردوامه. برپس تکلین کاری در و یه تفده مثال مسلم مجلس پارلمانتوی کنسیه اروپای آخوی و دیار کرد که اپراسیون ترکیه یالدشی آفرینی بخارا پرسگری کن مزنانی. سال مسلم گوت کاریاری داگر کرن و بداری سوری گویرتنا دموگرافی و پاکش کرنا اتنیکی سوجه کی یه امرواییه. مسلم دست نشان که دست سری داد به مجلس پارلمانتوی کنسیه اروپای دواری حقوقی پولیتیک دمجارین مینا مافی مروان دین تکداری آفرین روجوا و سوری دبی بگنی اینیسیاتیو بگرد. دومی داخلی خود سال مسلم بود ام پرچک سوریه اینه و که گل کردین رژیم زوردار و یک پرست یا گلک عشقشان چه که بری ریپبلیک زوردار یا یک پاریس یا ملتگریا عرب اریناکن ام سیستم که فدرال یا که همو کرد عرب سوریان همو باوری و که نتوان نو خو دگرین د پاریسن. فروکین شهرین ترکیه چهارشنبه 25 نیسان دجواری چند گند و آوین قنطار جای قندیل سینوری هر دو قضاین رواندست و پشداری بومب باران کردن. گور زانیاریان دیریش عزبانی یا بو سروان دورین باشوری کردستان دا دو فروکین شهرین ترکیه بشدار بونه. سه‌شنبه 24 نیسان دا فروکین شهرین آتش ترکیه دورین زاب گاره آواشین و باز کردن آرمانجا یریشین خواب. سرفرمانداری آتش ترکیه درباره یریش داراگیان دیه که فروکین شهرین وی ولاتی نه بارگین پکیک نو آخا عراق هریم کردستان دا کردن آرمانج گوت ناوند انجام یریش داد ده گریلان پکیکی جانی خوش دست دانه. فرمانداری هزین پاراستنا گل باسکی لشکری پکیکی و میدیا نزیکی پکیکی انجام دانه هر دو یریشان سر چند دورین باشور کردستانی پشتراس کردن لیبلی تا آمجب یریش سر بارگین خواه و کشتنا گریلان نکرنه. انجمن پارتی یا HDP بارمانجا دست نشان کردن نامزد سرکومنی ترکیه یه پارتی خوا جویا و جوین دابریا را داین که هفسروکی بری یه HDP صلاح الدین دمیرتاش وک نامزد HDP یه سرکومنی به دست نشان کردن. هات راگیاندن که استرانبیج کد ابراهیم تطلیس بو بجارتن 24 حزیران ین پارلمانتوی ترکیه دبه بر نامزد ازمیری. گورنوچه میدیا ترکی ابراهیم تطلیس لیسته آکی پارتی دبه بر نامزد باجار ازمیری. تطلیس نهاش بر بزگری که خواهی تندرستی باجار ازمیر دجی اولور ریبریا شرکت خواهده که هجای گوتنی پشتی کارتش ترکیه و چکدارین دجبره سوری یه گریدای انقلی در بازی ناب آفرینی بود. تطلیس الگل سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان را و گروپ اکشنرمندن بیش و وزیرکش ترکیه بو کپشگری بدن هزین لشکری ین وی ولاتی ین کد یریش سر آفرین در بجدار ببون سردنا هاتای کرن. دنگ و بحثین جیانی هات راگیاندن که وزیر دروازی روسیه ترکیه و ایران المسکوی جوینکل دار دخن. گور زانیارین وزیر دروازی روسیه سرگئی لاوروف، وزیر دروازی ترکیه مولود چاوشوغلو و وزیر دروازی ایران محمد جواد ظریف کل پلتفرم آستانای ولاتین گارانتور یکم کردن گنگشین سوریه بون 28 نیسان دل مسکوی جوینکل دار خستن. گور دخینی وزارت جوینی دا انجام نفکاریا مکانیزمای آستانای و گوین که ور آبیتن هاته نرخاندن. سکرتاری گیشتی نتوین یگرتی آنتونیو گوتیرس رادگینه انجمن آسایش نودولتی نه رنگودان هفسنگی و هزید جیانی ناده و نتوین یگرتی نکره توای پرسگری کلن سوری چاره سر بکه. آنتونیو گوتیرس تپیوینی کل گل کانال سویدی داراگیاند رفش نه نتوین یگرتی جیا سردم و یکتی سوویتی دا جداتره و گوت آمریکا و روسیه سرگاتی همو ولاتن ناکن و اکبری گلک ولات نه رجلات نوین چالاک بونه جنوانجی ترکیه ایران و سعودی و تبلوکن گرتینینن. دسپیکو کریزا سوریه و سال 2011 و حتی نه روسیه 12 جران ویتو دجی پروژه بریارین انجمن آسایش نودولتی ین درباره سوریه دب کارانیه. سر رفش سوریه گوتیرس گوتل سوریه گلک آرتش هز و میلیشاین جدانه و علیه که شهر تویا جیانی دکه.
هر وا شرکی سرجی لبی ولاتی بریود چه دیار کرجیل سوری ناکوکید نبرفشی و سونیان دهنه و گلک ناکوکیل نوچین دن ین سوریه نه جبر ویجی نتوین یگرتی نکاره تویا پرزگری کن سوری چاره سر بکه تایبت کد نو انجمن آسایش نو دولتی دا بش بونک هیه اسرائیل دوشنبه با یک اسکره گفت سروکی دولت سوریه بشار اسدی خورن گفت اگر شرک سوریه دژی اسرائیل ورکرن اسد خو بر پسیار جیان خواه وزیر انرژی و چپکنین آبی اسرائیل گفت که اگر اسد وک سروکی سوریه ری بده هنکان ایران آنجی آلی کدن کالج سوریه شرک دژی اسرائیل را گیرن اوی بر پسیار جیان خواه هر با وزیر اسرائیل حشاری دا کو پنگاو که با تبون رژیم اسدی و یا بیف خاجی تخه خطری سروکی آمریکای دونالد ترامپ که پیشوازی سروکی فرانسه ایمانوئل ماکرون دکرد درباره سوری و ایرانی دا پیام دان دما راستاتن گل سروکی فرانسه ماکرون ترامپ گفت گلک دخواز سوری درکون امی نزیک بگرد مالخوا پشتی که مشوپه که پیس و مایندل ورشت امدش سوری درکون سروکی آمریکاش با ایرانی جی دیار کرد امده سوری نادن ایرانی که بخواب گینه بحراس پی سروکی فرانسه ماکرون درباره بایتن پیمان نوکلری یاب ایرانی را پاش و گاووید و دیار کرد که دخوازن دوی مجاری دا آمریکایی را تب گرن آژانس رویترز را گیاند که سروکی آمریکای دونالد ترامپ را گیاند که اگر ایران جاره کردن دست پروگرام خواه اتمی بکرده پرسگری کن چخارا چیکه سرکومر ایران حسن روحانی جی سروکی آمریکا دونالد ترامپ حشیار کرد و را گیاند پیوست پیمان نوکلیاری و گریدای تب بگیرن هر وا روحانی گفت اگر ریپبلیک آمریکای پیمانی و گریدای تب نگیرد انجام به یکی پرخرابن و گپ آمریکایی کردن سرکومر ایران حسن روحانی بهداری بهشان زندی یا تلویزیون ایرانی بود و را گیاند اگر قصد را سپی بر پستار خواب جینین هم بر یکی ایران دی برسیوین تون بده بریکرنو سیناتوی آمریکای میک پومپیو فرمی بو وزیر دروایی آمریکایی سینات آمریکا بربجری وزیر دروایی سروک دونالد ترامپ پژراند و به آوایی اوناب فرمی وزیر دروایی آمریکایی پومپیو بری دستیشان کردن خیال بو پست وزیر دروا سروکی دستگاه هوالگری آمریکایی بو پشتی که ترامپ وزیر بری دروا رکستیل سونش کار دور خست وکی بربجری وزیر دروا هات دستیشان کردن سیناتور روسی گربوروزوف کنگره روزنامه‌نی در گیاند که پلانو بلافکردن هزین عربی با کوری سوری یا ساین نتوین یگرتی بم پیدا که پشتی داخلی آمریکا عربستان سعودی و درباره شاندن لشکرین با سوری نوی قطر جکت نوی مجاری پس پوری روسی مروزوف درباره مجاری دازانین که روسیه با یک قتل مقابلی که قطر لشکر بشینه سوریه لما بیاره که با یک اشکره بم پیکرنا اساس نتوین یک بویه مروزوف هر وا دست نشون که پشتی پروژه شاندن هزش عالی ولایت قطر سعودی و مصر واش با سوری آمریکا هیه تیزانی که هفته بری روزنامه وول استریت جورنال ایدیا کنه بکنه سروکی آمریکا دونالد ترامپ لید خبرته که لشکرین آمریکاش سوری وکشینه و چون خود لشکرین عربستان سعودی و مصر جی بکه وزیر بروانی آمریکای جیم ماتیس گفت افنها سوری و رجوای کردستانی و ناکشن و دی بالیکاریا هیزن حریم اپراسیون خواه برفلتر بکن دجی دایشی ماتیس دازانی کل دجی دایش زدی هفته ولاتن وکه پیمان پشگریا شهر دجی دایش دکن و حتی ریخستن تمامی شهرمی نه باقش کرن اپراسیون وادی بردوام بند نونری برنامه خوراکی یا نونتوی یا سرب نتوان یک بوی و جاکوب کیرناکیان دوباره آوکرنا سوری پیوستیا به 300 میلیارد دلاره اف داخلی نونری برنامه خوراکی یا نونتوی یا سرب نتوان یک بوی و دمکی دو اکانها ولاتن بخشان دل بروکسلی کنگری که نونتوی درباره سوری دابری و دبن که زیده ترش 85 ولات اوری خستن تیدا بش دارن بری نو بر پرسکی آمریکی یه پای بلند را گیان دبو آمریکا ناخوازه بشداری داوکرنا دبرین جه دستی حکمت سوری دا بکه سروکی کره باکور کیم جونگ اون به سردن که فرمی چو کره باشور اوش عالی سرک دولت وی ولاتی مون جاین وی حتی پیشوازی کرن گور اگاداریان دو بربانگی سروکی کره باکور به مشیش خط سوریاد نابر هر دو ولات را در باز بو او چو کره باشور وی آوایی بو یکمین سروکی کره باکور که پشت شهر نابر هر دو ولات نابر سال 1905 و 1953 دا سردن کره باشور تکه سروکی کره باشور سرسینور پیشوازی سروکی کره باکور کرد او اف و خانده والاتی خواه هر دو سروکان الور در کتن پیشبری میدیوی نیشتن چکین اتمی این کره باکور داوی کردن شرید نابر هر دو کره آرمانچ سرکه یا گوتو بیژن هر دو سروکان بود بریو نهاجی سروکی کره باکور الگل وزیر دروایی آمریکای مایک پومپیو هفدیدنه که وشارتی کرده بود بریو سروکی آمریکای دونالد ترامپ جی گل سروکی کره باکور هفدیدنه که بکلی هیجی دم او جی نگیاره
پارلمانتوی ارمنستان بول بجاتون سرگوزیر خواه نو هل بجیره دی یکی گلانی دا کم ببه سرکومر ارمنستان سرش سرکیسان کو 10 سال وی ولادتی بریواد به تسلط سرگوزیر به فتر گربو اوش آلی پارتیا خواه بو سرگوزیری هات بو کفش کرن سرکیسان روش دشمش بر پروتستون سرنسری ارمنستان دش کار کشادن خو رگیان ریبری رکبری نیکول پاشینیان دازانین که بو سرگوزیری برندامه او بکومندن دین پارلمانتوی دانستان دانم کرن پرانیا پارلمانتوی دست پارتیا سرکیسان دایه سرکیسان سال 2080 ببو سرگوزیر اوش برکو دموی تمام ببو ما آداری دا دشکاری خبر دابو سرکیسان دم سرگوزیری خود پرگالا والید بگاست بو یا پارلمانتاری او دستلات خسته بو بن کنترل سرگوزیر سرکیسان پشت راجالی پارتیا خو وک بربجیر هات بو را برکرن او هات بو پژراندن بده هزاران کسان چهارشنبه ایروانی کومبون پشگری دان سرگوزیریا پاشینیان گدارین هیجا او بو وشان دنگ و بسنتیکی شهر 4% کردستانی او کردن دیاس پرهروا نوچه نونتوی جاره کدد هفتیاتی دیسل سروی نوونیشانی بنجام نوچه هفتیکی امی راستی هبین آمده کار اوری ببرا برنامه بیلاس ترکیه حتی وشانانو بمین نو خیر و خوشیده